يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب يا نور الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین. بینندگان ارجمند و روزداران گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات باصفای آسمانی در حال مشاهده برنامه لحظه های آسمانی از طریق شبکه جهانی وصال حق هستید، خدمت تک تک شما سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید و قبولی طاعات دارم و امیدوارم که توفیقات مزید پروردگارمان شامل حال تک تک ما و شما گرامیان گردد. اگر باید داشته باشید در همین نزدیکی ها، همین چند روز قبل این تک بیت را زمزمه می کردیم که ای ماه نور و برکت و ایمان خوش آمدی، ای روشنایی دیده گریان خوش آمدی، ای پیک نامور که رسی از دیار دوست، ای پیک نامور که رسی از دیار دوست، تسکین قلب زخمی و نالان خوش آمدی. اما امروز با گذشت خیلی ها مدت اندک داریم این بیت را تکرار میکنیم. کم کم آهنگ وداع رمضان می آید، به بهار و چمن عشق خزان می آید. روزداران گرامی و ارجمند، اینک در 26مین روز ماه مبارک رمضان سال 1439 هجری قمری قرار داریم و لحظات بعد انشاءالله چند ساعت بعد وارد 27مین شب این ماه مبارک میشیم که به احتمال زیاد شب قدر باشد و امیدوارم که تک تک شما عزیزان و سروران، خود و خانواده خود و جمله مسلمانان، به ویژه آنانی که در زیر یوغ مستکبران و ظالمان قرار دارند، در حق آنها و در حق تمامی مظلومان دعای خیر بفرمایید و آنها را از دعایتان فراموش نکنید. با برنامه دیگری از سری برنامه های لحظه های آسمانی در خدمت شما گرامیان هستم و فراموش نکنم که به اجازه شما و خودم، به اجازه شما از طرف شما و خودم خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که در نخستین برنامه لحظه های آسمانی امسال نیز با ما بودند، خدمتشان عرض سلام و ادب دارم و حضور ایشان را در استودیو خیر مقدم میگم. جناب دکتر سلام علیکم. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما بزرگوار و هم خدمت تک تک در صندوقداران شبکه جهانی وصال حق و تک تک شما بینندگان عزیز، و امیدوارم که خداوند متعال تمامی عبادات شما، نمازهاتون، روزهاتون، اخلاق خوشتون و صدقه و خیرات هایتون، لبخندایی که زدید، همه طاعات و عبادات شما رو قبول فرمایند و مزید توفیق به شما عنایت فرمایند و به خصوص این لحظات آخر ماه رمضان. شب قدر در راه است، شب جایزه در راه است، آخرین شب رمضان که دریافت جایزه میشه، شب عید. همه اینها فرصت هایی است که
دوباره تکرار شاید نشه. و از خداوند متعال میخوام که تمام شما عزیزان رو عبادتتون رو قبول کنه و مزید توفیق به شما بده و همچنین به شما و توفیق بده که دعا کنید، همونطور که استاد صقر بزرگوار فرمودند، برای همه مسلمان ها، برای خانواده هاتون، برای گذشتگان، برای رفتگان، برای آیندگان، برای ملت های دربند و همچنین نفرینتون و ابراز بیزاریتون رو از ظالمان و ستمگران نفرین کنید. دعا کنید بر اون طاغیان و مستبدانی که مسلمان ها و انسان های مظلوم رو در هر جای دنیا میکشند یا مورد ظلم و آزار و اذیت قرار میدند، و برای اسیران، برای زندانیان، برای زخمیان، برای بیماران، برای همه دعا کنید و تا به خداتون نشون بدید که انسانیت رو چقدر دوست دارید و شما از امت رحمتون للعالمین هستید. در خدمت شما عزیزان هستم و برنامه واقعا چنانه که جناب دکتر فرمودین، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت بی گران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. واقعا یعنی مسلمان ها به خصوص انسانیتی که مسلمان ها به ویژه اعضای یک پیکر هستند و برادر یکدیگر هستند و هر گزند و دردی که به یک فرد از افراد امت اسلامی میرسه گویا به عضو همان پیکر صدمه رسیده که بدون تردید و بدون شک دیگر عضوها آن درد را حس می کنند و باید در صدد معالجه و درمان آن درد برآمد. و امروز یکی از راه‌های درمان دردهای امت اسلامی همانا التجا به درگاه الله متعال است تا این مشکلات و این سختی ها و این مصائبی که دامنگیر امت اسلامی شده را الله متعال به فضل و کرم و لطف خیش برطرف نماید. روزه‌داران گرامی، در برنامه امروز لحظه های آسمانی و در این جلسه پیرامون این که آیا اعمالمان، آیا طاعاتمان، آیا عباداتی که انجام داده این مورد پذیرش درگاه الله متعال قرار گرفته است یا نه، بحث داریم درباره انشاءالله نشانه های قبول طاعات و عبادات. جناب دکتر، آیا امکان دارد که الله متعال با آن همه لطف و آن همه فضل و آن همه کرمی که دنبال بهانه است تا بنده هایش را ببخشد و مورد عفو و بخشش قرار بدهد، باز هم با وجود این همه عبادات و این همه صیام و قیام و زکات و صدقات و هر کس به اندازه توانش، یعنی نگران باشیم که الله متعال آیا عبادت من را قبول می کند یا نه؟ امکان دارد که الله عبادت ما را قبول نکند؟ اولا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله. اینی که کسی به درگاه خداوند بره و از اونجا رد بشه، این امکان پذیر نیست. اینی که شما دست زاری و تضرع در مقابل خداوند متعال دراز بکنید و خداوند کریم، خداوند عفو، خداوند رزاق، خداوند رحمان، خداوند رحیم بیاد دست یک نیازمند رو رد بکنه، این هم امکان پذیر نیست. یعنی بعضی عزیزان میگن که پس چرا وقتی که ما دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه؟ چیزی به نام دعایی که بر بگرده وجود نداره. اما شما درخواست میکنید از کی؟ از الله حکیم. الله حکیم اون چیزی که حکمتش تقاضا میکنه اونی که خیر شما باشه توش، و خیر شما رو شاید شما ندانید، نفهمید. اینه که خدا تکرهو و اصلا تکرهو شیئا و هو خیر لکم. یک چیزی که در ظاهر خیلی چیز بدی هست، اما در همون بدی میبینید با همون سختی خداوند خیری رو گذاشته که شما وقتی که بهش میرسید چقدر شکرگزار میشید. و اصلا تحبوا شیئا و هو شر لکم، و چه بسا که شما یه چیزی رو تمنا بکنید در حالی که در اون نگونبختی شماست. که از عزیزانی هستند که
به سرشون رو به دیوار میزنن و گریه و زاری که من رفتم خواستگاری قبولم نکردن. خب بعداً متوجه میشه که اون دختری که رفت خواستگاری چه بقدر دختر نامناسبی بود، اون خانواده نامناسب بود و چه خداوند متعال چه جای بهتری رو براش تمنا می‌داشت. اما در اون لحظه‌ای که به اصطلاح ازش گذشت چقدر نگران بود. چه بسا عزیزانی هستند که میرن سفری میخوان برن، سفر الغا میشه و چقدر ناراحت میشن و چقدر اذیت میشن، اما بعدها میفهمند که در همین چقدر خیرشون بود. اینه که خداوند متعال ما وقتی که میخوایم، در واقع دعا خودش عبادت هست، بلکه دعا مخ عبادت هست. وقتی ما دعا میکنیم یا در اون دعای ما خیر ما توش هست که خداوند متعال اون رو استجابت میکنه، اون چیزی که ما خواستیم برآورد میشه، خیر عاجل و فوری. اگر یا اینی که نه، در اون چیزی که ما دعا میکنیم بهتر از اون خداوند متعال به ما میده، یا اینی هست که نه، اون چیزی که ما میخواییمش اون اصلا تو شر ما هست، خداوند متعال خیری رو برای ما معین میکنه، یا همین دعا رو به عنوان یک عبادت و اجر و پاداش برای ما ذخیره‌اش میکنه برای روز قیامتمون، یا یک سختی و بلایی که سر ما میخواست بیاد اون رو از ما دفع میکنه. یعنی در هر حال هیچ دستی از درگاه الهی خالی بر نمیگرده. این چه بشارت و چه مژده عظیمی است. اما یه چیزی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما فرمودند که کل امتی یدخلون الجنه، تمام امتیان من وارد بهشت میشن الا من ابا، مگر اون کسی که خودش نمیخواد. امکان داره کسی نخواد که وارد؟ پرسیدن که یا رسول الله آیا امکان داره که کسی نخواد؟ گفتن بله، کسی که من اطاعنی فقط دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی که پیرو فرامین الله و رسولش هست اون وارد بهشت میشه. اما کسی که عصیان میکنه، یعنی این هم باز از رحمت الله هست که من بنده رو خداوند متعال این قدرت اختیار رو داد. من حیوان نیستم که هر کسی بیاد مهارمو بگیره ببره به جایی. من مسخر نیستم که این کارو باید بکنم، من مجبور نیستم، من اختیار دارم، انسانم. حالا در اختیار خودم هست، وقتی چیزی رو به اختیار خودم قبول میکنم باید نتیجهش هم پرداخت کنم. اینه که یک انسان خداوند متعال میفرماند و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی چه بعضی وقتا هست که ما میاییم بنده کاری رو کرده اما این کار مورد پذیرش درگاه الهی نیست، خداوند متعال این رو پوچش میکنه میره. این کدوم بنده است؟ اون بنده ای هست که این کار رو برای خدا نکرده. وقتی که انسانی کاری رو برای خدا نمیکنه دیگه حق نداره که از خداوند متعال اون اجر و پاداشی طلب بکنه. روز قیامت کسی میاد خداوند متعال ازش میپرسه که میگه قرآن خوندم، این همه عبادت کردم، در راه شمشیر زدم، در راه خدا صدقه دادم، میگن که نه، تو قرآن خوندی تو بگن قاری صاحب، مردم هم گفتن تو شمشیر زدی تو بگن پهلوان، مردم هم گفتن سردار پهلوان، تو صدقه دادی تو بگن که سخی و کریم و بخشنده، مردم هم گفتن که چه آدم سخی و اون چیزی که میخواستی گرفتی. اما نه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اون کسی که بر مبنای ایمان به الله تعالی و درخواست اجر و پاداش از خدای من، این دو شرط باید باشه که هدف از هر کار رضایت الله متعال باشه و طمع داشتن به اجر و پاداش اخروی. وقتی که این اتفاق افتاد حتما اون طرف اجرش رو میگیره. اما یه وقتی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که رب صائم لیس له من صومه الا الجوع. چه بسا افرادی هستند که از روزشون غیر از گرسنگی نمیبینن، از قیام لیلشون غیر از خستگی چیزی نصیبشون نمیشه، یعنی اجر ندارن. این کدوم روزدار و کدوم قائم لیل هست؟
اونی هست که برای خدا انجام نداده، اونی هست که برای خودنمایی کرده، اونی هست که از جمله ورشکستگان هست. گفتند یا رسول الله کی است ورشکسته در امتی؟ فرمودند که ورشکسته امت من اون کسی هست که روز قیامت میاد اجرهایی چون کوها داره، از نماز و روزه و صدقه و خدمت به جامعه و خوش اخلاقی و همه این اجرها رو داره، اما میاد قرض داره، قرضهای بسیار داره. چه قرضهایی داره؟ فقط شتم هذا و اکل مال هذا، به این فحش داده، با این جنگ کرده، مال اینو بالا کشیده، به این بد و بیرا کرده، اونو ظلم کرده. همه این طلبکارا میان و حقشون رو میخوان. خب چیزی براش نمیمونه. همه این حق اینو پرداخت میشه، چیزی براش نمیمونه. هنوز طلبکارایی هستن که میگن که یا الله ما حقمون رو میخوایم. اینجا چاره بس خداوند متعال از گناهان این طلبکارا میذاره روی این تا اونا راضی بشن. اونا راضی میشن و این با باری از گناه دزدی، گناه فحشا و فاحشه، گناه رباخوری، گناه قتل انسان، در حالی که هیچ یک از این کارا رو انجام نداده. گناههای دیگران است، گناهایی که به اونها باز ظلم کرده، مال اونها رو خورده، اون طرف قاتل بوده، حالا گناه قتل میفته روی این و این میره به جهنم. این فرصت‌های آخر رو غنیمت بشماریم. 2 تا در دادگاه الهی خداوند متعال 2 تا محامی و 2 تا وکیل مدافع بسیار قوی به ما داده که ما میتونیم از الان اونها رو به نفع خودمون آماده کنیم. اونا کی هستن؟ یکی روزه، یکی قرآن. در روز قیامت روزه و قرآن میان. روزه میاد میگه که یا الله منعته الطعام و الشراب و شهوته و کل شی، من اومدم نگذاشتم که این حتی بخوره، نگذاشتم بیاشامه، نگذاشتم که هیچ کار دیگه رو انجام بده، مباحات منش کردم و این حرف منو گرفت. بارالله، حالا که اینقدر پسر خوبی بوده، آدم خوبی بوده، حرف منو گرفته، شفاعت منو در حق این قبول کن. این روزه است، پیش خدا عزیزه. قرآن کلام الله چقدر پیش خدا عزیزه. میاد میگه که یا رب من این بنده رو نگذاشتم که آرام بخوره، من بلندش کردم، گذاشتم که شب طولانی این دیگران خواب بودن و این قرآن میخون. شفاعت منو در حق این قبول کن. فیشفعان، خداوند متعال شفاعت روزه رو، چرا روزه پیش خدا خیلی عزیزه، یعنی حتی این استاد شیخ بزرگوار در روز قیامت، این حدیث قدسی است که هر بنده هر کاری رو که انجام داده مال خود بنده است، داد ستد با خدا. هر کاری رو که تو بنده انجام دادی در مقابلش اجرش رو میگیری. اجرش رو نه، اجرش رو رحمان کریم میگیری. 10 برابر تا 700 برابر و بیشتر خداوند برای هر چیزی قانونی گذاشته. صدقه دادی، با اخلاص بود، بهترین بود، نیاز طرف برطرف شد، آقا 700 برابر بشه. آقا بیشتر 7000 برابر بشه. طرف مشتری خیلی کریم است. خدا من میبخشه. اما یه چیزی هست که پیش خدا خیلی عزیزه که اون دیگه تو این حسابات نیست. الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر روزه، چون که روزه مال منه. اینو کی داره میگه؟ خداوند. روزه مال منه و من اجر و پاداش این روزه را داره میدم. دیگه این توی اون حسابات و تو این دفاتر فرشتگان نیست. این رابطه یه بنده است مستقیم با الله، الله العفو، الله الرحمن، الله الودود. که اون دهاتی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یا رسول الله روز قیامت کسی که بندش رو حساب و کتاب میکنه اون سربازا و فرشتگان و مسئولان و اینا هستن یا خود شخص الله هست؟ پیامبر فرمودن که خود شخص الله هست که بنده هاش رو محاسبه میکنه. گفت بس دم ما دیگه، من دیگه اصلا هیچ چیزی ندارم، هیچ نگرانی وجود نداره. خندید، خوشحال شد. یا
روستایی چی داری میگی؟ خداست. گفت این الکریم اذا ملک عفا. این خدای بخشنده است وقتی که خدا و بخشاینده هست، وقتی که گناهکار و انسان نافرمان رو گرفت به دستش افتاد میبخشدش. این چی بسیار احساس رحمت الهی یک روستایی اومده بود، نهایت امیدواری و رجای و خدا هم از ما اینو میخواد که به خدامون امیدوار باشیم. خداوند عند ظن عبدی به انا عند ظن داشته باشه. بنده من چه گمان از من میکنه اون گمان برآورد میشه. اون روستایی که اومده بود، دهاتی که از قبایل اومده بود جای مدینه منوره و اومد پیش قبر رسول صلی الله علیه وسلم دعا کرد یا الله ما انسانهای دهاتی اهل قبیله از عشایر وقتی کسی بیاد روی قبر عزیز ما، کنار قبر عزیز ما، قاتل پدر ما بیاد بگه که به خاطر من اومدم روی قبر عزیزشون، ما اون رو میبخشیم. عربهای قدیم می اومدن روی قبرهای عزیزایشون تمام برده هاشون آزاد میکردن. من اومدم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، اومدم روی قبر عزیزت، آیا من رو نمیبخشی؟ این بنده با خداش با چه زبانی صحبت میکنه؟ با همون زبانی که میفهمه. ما قصه موسی و شبان رو در مثنوی میدونیم که خدایا کجایی که من بشم چاکر تو فلان. واقعا حرف مؤمن عزیز من چه زبانی میدونی، چه بیانی داری، احساس به الله بکن. شناخت خدا رو شناختی با همون بیانت، با همون نمیدونم سادگی دست خدا بخواد. یک بنده خدایی اومد گفت که یا رسول الله من دعا میکنم میگم که خداوند منو ببخش و منو بهشت ببر و نمیتونم دیگه مثل شما و معاذ دندنه های شما رو نمیتونم که شما چی میگید. گفت چی میگی؟ تو چی میخوای از خدا؟ گفت از خدام رحمتش رو میخوام، از خدام بهشت. گفتم حول و هن و دنده، ما همین دعایی که میکنیم شست رفته همینه. یعنی اینی که ما بیاییم با خدامون خاصتا این لحظه های آخر به خدامون ثابت کنیم که دوستش داریم، به خدامون ثابت کنیم که شناختیمش، میدونیم محبت داریم به خدامون، و به خدامون ثابت کنیم که بندهش هستیم. اون وقت دیگه هیچ غمی دیگه نباید داشته باشیم. حتما رمضانمون رو خدا قبول میکنه، حتما طاعات و عباداتمون، حتما روزه هامون، حتما گریه هامون، حتما زاری هامون، حتما این محراب عبادتمون، چه محراب عبادت مسجدی باشه، چه محراب عبادت زندگی باشه، چه محراب عبادت زندگی خانوادگی باشه، همه این ها محراب عبادتی هست که خداوند متعال بندش رو فراموش نمیکنه و عباداتش رو قبول. تشکر جناب دکتر. بیننده های ارجمند و گرامی، با هم میریم به سراغ یک میان برنامه کوتاه. پس از میان برنامه انشالله دوباره با ادامه موضوع در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. با ما باشید. رمضان رفت و هنوز اما اسیر قفسیم، رمضان رفته و پابند هوا و هوسیم، رمضان رفت و هنوز اما اسیر قفسیم، رمضان رفته و پابند هوا و هوسیم. ترسم ای دوست که با این همه آفات و گناه دست آخر به سر منزل مقصود نرسیم. رمضان
رمضان رفته و ما مانده هنوز، غافل از لطف خدا محو تماشای خسیم. رمضان رفته و ما مانده هنوز، غافل از لطف خدا محو تماشای خسیم. دل به این دایره دادن نه صلاح است که ما همه آویزه یک تار ظریف نفسیم. رمضان آمده با بوی فرح بخش بهشت، رمضان آمده با یاد توان بخش بهشت. رمضان آمده با بوی فرح بخش بهشت، رمضان آمده با یاد توان بخش بهشت. هدیه صاحب املاک سماوات و زمین، رمضان ماه کریم، ماه عزیز، ماه عزیز. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی، فرزند قرآن، فرزند قرآن. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما گرامیان هستیم با موضوع این جلسات برنامه لحظه های آسمانی که نشان های قبول طاعات و عبادات است. قبل از میان برنامه جناب دکتر به یکی از فکر کنم نشانه های بارز اشاره کردن که وقتی بنده عمل را، طاعت را از روی ایمانداری و امید اجر به درگاه الله متعال انجام میدهد، این خودش یکی از نشانه های قبولی این عبادت و این طاعت و درگاه الله متعال. جناب دکتر میریم سراغ بقیه علائم قبولی عبادت. استاد صغیر بزرگوار، خداوند متعال برای ما یک قانونی گذاشت.
در این قانون الله تعالی میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. خداوند متعال قبول میکنه از کی؟ از متقیان. متقی کیه؟ متقی اونیه که تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا رو طوری عبادت کن انگار که خداوند متعال تو رو میبینه، انگار که تو خداوند متعال رو میبینی. اگر این احساس رو نداری که تو داری خدا رو تو میبینی، خداوند که تو رو میبینه، این احساس رو حداقل داشته باش که خداوند تو رو میبینه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اینی که ما امر شدیم که فقط خداوند متعال رو با اخلاص فقط هدفمون الله متعال باشه. اون وقتی که دیگه ما شدیم متقین و خداوند متعال از متقیان همه چیزشون رو قبول داره. هر اجر و پاداشی که اینا، هر کار خیری که بکنن اینا قبول داره. یعنی چی؟ یعنی اینی که خداوند وقتی که اینا رو قبول داره، ببینید در هر روز رمضان و در هر شب رمضان لله اتقاء من النار، خداوند بسیاری رو از آتش جهنم آزاد میکنه. اما آیا من جز این بسیاری هستم یا نیستم؟ خداوند متعال باز یک فرصت دیگه به من داده برای هر بنده روزداری در رمضان، در هر روز و در هر شب یک دعای مستجابی هست. یعنی هر یکی از بندگان یک فرصتی داره. این فرصت رو ما چی کنیم؟ ازش استفاده کنیم تا خودمون رو دعا کنیم که خداوند ما رو از متقیان قرار بده. دعا کنیم که خداوند عبادت ما رو قبول کنه. قبولی عبادت برای مؤمن مهمتره از خود عبادت. یعنی اینی که تلاش کنیم، دعا کنیم که خداوند عبادت ما رو قبول کنه، چون اگر قبول نشد دیگه ارزشی نداره. برای مؤمن همیشه قبولی عبادت از خود عبادت مهمتره. برای همین برای قبولی عبادت تلاشش بیشتر از عبادته. تلاشش بیشتر. من میخوام نماز بخونم، قبل از این که نماز بخونم خب این نماز یک عبادت هست. قبل از این راه و رسم قبولیشو پیدا کنم. تلاش میکنم که مخلصانه باشه، تلاش میکنم که وضوءم و حرکاتم، عبادتم درست باشه، طبق تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باشه، اضافه و نقصان توش نباشه. تلاش میکنم که غذایی که میخورم، لباسی که میپوشم، جایی که نماز میخونم، این عبادت رو انجام بدم، اینا همه پاک باشه، همه حلال باشه. این و بعدش دیگه دعا. از بهترین دعاهایی که ما الان در این لحظات باید بکنیم اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این رو زیاد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این یک دعای شاملی است که قرآن کریم به ما یاد داده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، سعادت و خوشبختی دنیا، و فی الآخرة حسنة، سعادت و خوشبختی آخرت، و قنا عذاب النار، و از جهنم هم که خداوند ما رو نجات بده. و یکی از دعاهای قرآنی رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. خدای منو کمکم کن تا ادای شکر کنم. پس یکی از بزرگترین علامت‌های قبول رمضان اینه که من توفیق شکر پیدا کنم. سبحان الله، خیلی امر مهم است که اگر من شکرگزار باشم، چطور شاکر باشم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز شب میخوند تا پاهاش باد میکرد، ورم میکرد. صحابه شفقت میگردن، دلشون میسوخت برای رسول الله. گفتن یا رسول الله، شما که خداوند متعال گناهان گذشته و آینده و شما معصومید و حبیب الله هستید و بهشت که دیگه بشارتش به شما داده شده، شما بهشت رو تو دنیا رفتید دیدید. میفرمودن افلا اکون عبدا شکورا، این همه نعمت خداوند متعال به من داده، بنده شکرگزار الله نباشم؟ منی که خداوند متعال به من رمضان رو داده، رمضان با این نعمت روزه‌ای که مال خداست، رمضان با این فرصت دعاهای مستجاب، رمضان با این لیلة القدر،
رمضان با لیلة الجائزه همه این نعمت ها رو خداوند متعال به من داده و فرصتی که در این رمضان همه بنده ها مغفورون له میشن. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید تعجب میکنن، یعنی کسی هست که آیا در رمضان بخشیده نمیشه؟ میگه خواب و خسر من ادرک رمضان و لم یغفر له. بدبخت و بیچاره دیگه اون کسی که رمضان بیاد باز هم گناهانش مغفرت نشن. پس این رمضان یک فرصت، این فرصت رو خداوند متعال به من داده. من آیا این فرصت رو شکرش ادا کنم؟ اولا در خود رمضان شکرش رو ادا کنم که از رمضان قدردانی بکنم با درستی عبادت و با پیام‌هایی که این رمضان داره و از مهمترین پیام‌هاش با انسانیت همگام بودنه. توی جامعه نگذاشتن که کسی انسانی فقیر بمونه، انسانی گرسنه بمونه، انسانی تشنه بمونه، انسانی تنها بمونه، انسانی بیکس بمونه، نگذاریم انسانی بیکار بمونه. هممون دست همدیگه رو بگیریم. این کار رو کردیم، شکر رمضان رو به جا آوردیم. در خودمون رمضان اومد به من گفت که من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. کسی که زورگویی، بد اخلاقی رو ول نکنه، خداوند که نیاز نداره که اون غذا و خوردنی و نوشیدنیش ول کنه. پس ماه اخلاق، اگر من بعد از رمضان با اخلاق رمضان تونستم زندگی کنم، 100% رمضان من قبوله. اخلاق رمضان رو در بعد از رمضان ادامه دادم، پس رمضان من حتما مورد قبول شده. بعد از اون اینی که خداوند متعال به من فرمود فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. الم نشرح لك صدرک در سوره انشراح. فاذا فرغت فانصب، اگر فارغ شدی از این عبادت بلند شو به عبادت دیگر. و الی ربک فارغب، و همه شوق و تمنات رسیدن به سوی خدات باشه. یعنی اینی که استمرار طاعت و عبادت. من از رمضان فارغ شدم فنسب، به پا خیز که رمضان تموم شده. خدا که هست. 6 شوال رو روزه بگیر، دوشنبه و پنجشنبه هر هفته رو روزه بگیر، ایام البیض 13 و 14 و 15 هر ماه رو روزه بگیر، محرم رو روزه بگیر، ذوالحجه 10 روز اول ذوالحجه رو روزه بگیر. اینا همه فرصت‌های الهی است که خداوند متعال در اختیار من بنده گذاشته. فاذا فرغت فانصب، اگر از روزه فارغ شدی روزه رو ادامه بده. اگر از نماز فارغ شدی، بله بعد از رمضان دیگه تراویح نیست، اما تهجد که هست. بعد از رمضان اگر تراویح نیست، نوافل که هست. نوافل بعد از هر نماز، این نوافل چقدر پیش خدا عزیزه. مهمترین چیزی که بنده رو به خداش نزدیک میکنه فرائض است. خداوند متعال فرائض رو از همه بیشتر دوست داره. این امر الهی است و فرائض برای مؤمن اولویت داره. هیچ وقت مؤمن، در رمضان یاد گرفتم که همه نمازام رو در جماعت بخونم. بعد از رمضان این 5 نماز رو هیچ وقت جماعتش رو قضا نمی کنم. هر 5 نمازم رو تو مسجد و جماعت می خونم. فاذا فرغت فانصب. و خب نوافل که در رمضان شبی 40 رکعت و 30 رکعت می خوندم، در روزش 50 60 رکعت می خوندم. الان بعد از رمضان این نوافل رو حداقل اون 12 تاش رو که در شبان روز هست اونها رو رها نمی کنم. نماز تهجدم رو رها نمی کنم که نیایشم ولو 2 رکعت. نماز ضحام رو، نماز اشراق رو ولش نمی کنم، حتی ولو 2 رکعت باشه، که این اشراق اجر و پاداشش چی است؟ حج و عمره تامه تامه تامه. حج و عمره کامل کامل کامل. بنده با خداش نزدیک میشه با چی؟ با نوافل. بعد از فرائض، بعد از فرائض نوافل. اینقدر نوافل میکنه که تا خداوند دوستش داشته باشه. اگر خداوند دوستش داشت دیگه اخلاقش میشه اخلاق رحمانی. خود خداوند متعال در حدیث قدسی میفرمایند
فاذا احببته، اگر من اونو دوست گرفتم، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. اگر من اون انسان رو دوست داشته باشم، کنترل گوش و چشم و دست و پا و جسم و حرکاتش میشه، ریموتش دست خدای من. خداوند اون رو به راهی میبره که الهی باشه، رحمانی باشه. پس یکی دیگه از علامت‌های قبولی طاعت من در پیش خداوند محبت الله هست، که احساس کنم خداوند منو دوست داره. احساس محبت الله. چطور این احساس به وجود میاد؟ احساس محبت الله اینه که بندگان خدا منو دوست داشته باشن. چطور؟ خداوند متعال وقتی که یکی از بندگانش رو دوست میگیره، خداوند متعال جناب محمد نواز فقر رو دوست گرفت، به فرشتگان در آسمان جبریل رو صدا میزنه، میگه یا جبریل انی احب محمد نواز ثقل. اسمش رو میگه جبریل، من فلانی فرزند فلانی فلانی با فامیل فلانی رو دوستش دارم. دوستش داشته باش. تصور کن من بنده کیم؟ کل زمین در کهکشان نوری که ما توش هستیم، در کهکشان شیری، به اندازه تخم‌مرغ نیست. خود کهکشان در آسمان دنیا به اندازه یه نقطه بیش نیست. خود آسمان دنیا در بین آسمان‌های الهی به اندازه یه نقطه نیست. کل مخلوقات الهی در عرش الهی به اندازه یه نقطه نیستند. حالا من بنده کجام؟ خداوند متعال من بنده رو میبینه؟ نه هیچ. به جبریل میگه که جبریل من محمد نواز ثقل رو دوستش دارم، دوستش داشته باش. جبریل اینقدر کیف میکنه که داد میزنه تو اهل آسمان، ای فرشتگان الهی، خدای منان محمد نواز ثقل رو دوست داره، دوستش داشته باشید. فرشتگان دوستش میگیرن. فرشته ای از آسمون صدا میزنه در بین خلق الهی که خداوند متعال محمد نواز ثقل رو دوست داره، دوستش داشته باشید. فیوضع له القبول. اینه که این انسان در دل همه بندگان خدا جا پیدا میکنه. همه دوستش دارن، همه براش احترام قائلن، خداوند بهش هیبتی میده. اگر احساس کردم این هیبت هست، احساس کردم همه منو دوست دارن، میفهمم که خداوند منو دوست داره. میفهمم که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند در لیست متقیان اسم منو گذاشته. میفهمم که رمضانم رو خداوند قبول کرده. پس جناب دکتر، اگر از رمضان با مدرک بگیم ایمان و احتساب، با مدرک تقوا، با مدرک شاکر شدن، شکرگزار نعمات الله شدن، با مدرک اخلاق رمضان، با مدرک مداومت و استمرار در عبادات، با مدرک انجام نوافل به صورت پیگیر و مداوم و با مدرک احساس محبت الله فارغ التحصیل شدم، اینجاست که میفهمم که رمضان مرا الله متعال، عبادات مرا که در رمضان انجام دادم مورد قبول الله متعال قرار گرفته. خب شما داشتین ادامه میدادین، من یک خواستم یک تکراره بکنم. یک موردی که بسیار مهم است، این شکر ما گفتیم ولی تکملوا العدة ولی تکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. یعنی خداوند متعال میفرماید که همین چند روزو کاملش کنید، بعدش تکبیر الله متعال رو به جا بیارید، عظمت خدا رو بشناسید و از شکر گزاران باشید. پس شکر رمضان، شکر خداوند بر اینی که ما رو به رمضان آورد. و یه موردی که هست که سلف صالح انجام میدادن، 6 ماه بعد از رمضان دعا میکردن که خداوند رمضانشون رو قبول کنه. 6 ماه بعدش دعا میکردن که خداوند بهشون فرصت بده تا رمضان آینده رو دریابند. اینقدر رمضان برای مؤمن مهم است، یعنی کل سالش در فکر رمضان و رسیدن به این فرصت است. وقتی که این فرصت رسید و این رو
طی کرد. بعد یکی از علامت هایی که میفهمه که خداوند متعال رمضانش رو قبول کرده اینه که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اونایی که ایمان آوردن و قلبهایشان با یاد الله آرامش میگیره و بدونیم که قلبها با یاد الله آرامش میگیره. آیا بعد از رمضان من احساس آرامش قلبی دارم یا نه؟ اگر احساس آرامش میکنم، اگر وقتی قرآن میخونم لذت میبرم، اگر وقتی عبادت میکنم لذت میبرم، اگر وقتی که صدقه میدم لذت میبرم، اگر وقتی که با دیگران رفتار خوب دارم لذت میبرم، از خودم خوشم میاد، از کاری که میکنم لذت میبرم، میدونم که رمضان من خداوند قبولش کرده. برای همین دل منو باز کرده برای لذت بردن از طاعت. و مؤمن لذت ایمان رو باید بچشه. مؤمن باید لذت ایمان رو بچشه و با کار عمل صالح احساس راحتی بکنه. خدای نخواسته اگر این احساس در او وجود نداشت و از عبادتش لذت نبرد، بهشت دنیایی که مقدمه ورود برای بهشت اخروی است را از دست داده. ولی من خاف مقام ربه جنتان. کسی که از الله رو در نظر داشته باشه و از الله و حساب و کتابش بیم داشته باشه، برای اون دو بهشت هست. یکی بهشت دنیا، در دنیا لذت بهشتی میبینه، یکی بهشت آخرتی که بهش میره. بعد از اون اینی که من وقتی که این ایمان رو خداوند متعال در دل من زینت میده و در مقابل ایمان معصیت و سرکشی هست که اون رو خداوند متعال میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان و اولئک هم الراشدون. شما راشدی بودن چه صفتی داره؟ انسان راشد رمضانی اون انسانیه که خداوند متعال حبب الیه الایمان و زینه فی قلوب، این از ایمان لذت میبره، از اینی که مؤمن است لذت میبره، زیبایی های ایمان رو میبینه. الان شما ببینید ما در جامعه اونایی داریم که قسد قلوبهم، قلب سنگ ها، اونایی که خداوند متعال طمس علی قلوبهم، قسی القلب شدن، قلباشون مهر قفل گناه اونا رو کور کرده. اونا رو میبینید احیانا میایید اون زیبایی هایی که در اسلام هست رو زیر سوال میبرن. یعنی در اسلام عبادت هست، اونا عبادت رو مصیبت میبینن. در اسلام روابط اجتماعی خوب هست، این رو بردگی میبینن. در اسلام روابط اجتماعی خانواده، روابط خانوادگی بسیار عالی هست که در هیچ دینی نیست، اون رو عبودیت و بردگی میبینن. در اسلام خدمت به بزرگتر و احترام کوچکتر رو میبینن، این رو بردگی میبینن. در اسلام نمیدونم رمضان و عبادت رو میبینن که مؤمنان لذت میبینن، این رو بدبختی میبینن. اینا چه افرادی هستن؟ اینا همون افراد قسی القلب یا سنگ دل به تعبیر دیگه، اونایی که غیر از این مؤمنان که حب فی قلوبهم الایمان و زینه، زینت ایمان رو اینا کور نمیبینن. اونا جمله ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. بعد اینه که این زشتی ها رو میبینی، زشتی رو میبینی. شیطان چه کار میکنه؟ متنفر میشی اصلا از معاصی و از گناه ها، تو متنفری. چرا؟ چون که خداوند متعال عینک ایمان رو در رمضان به چشمش گذاشت. شیطان چه کار میکنه؟ زین لهم اعمالهم. شیطان میاد هوا و هوس رو زینت میده. یعنی وقتی که فاحشه رو شیطان زینت میده چه افرادی دنبالش میرن، در حالی که انسان مومن وقتی کلمه فاحشه رو میشنوه نه اینه که ببینه، کلمه‌ش رو میشه استفراغش میبینه. انسان مومن وقتی که معصیتی رو میبینه استفراغش میگیره. چرا؟ چون که اینا در مدرسه رمضان یاد گرفتن که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. خداوند متعال نماز رو گذاشته تا تو رو از فحشا و منکرات دور کنه.
فحشا و منکرات رو به حقیقت زشتش در جلوی چشمت نگاه میکنه. اگر دیدی که مسائل خوب، ایمانیات، خدمت به خلق، عبادت در قلبت زینت داده شده، لذت میبری ازش، و زشتی هایی که تو جامعه هست، گناه هایی که تو جامعه هست در اطرافت هست، همه این گناه ها ازش متنفری. از خودت وقتی که مرتکب گناه بد میکنی احساس شرم میکنی. خودت وقتی که احساس میکنی که میری پیش خداوند گناه کردی و میدونی که خداوند بخشیده، بازم احساس شرم میکنی که من خدا بخشید، اما من به چه وجهی، با چه رویی بتونم پیش خدا حاضر بشم. اونجا میدونید که رمضانت قبول شده، چون که خداوند متعال وقتی رمضانت رو قبول کرد دیگه تو رو اومد به اون مرحله رسید که زین فی قلوبهم، ایمان رو در قلبت زینت داد. و کره الیهم الکفر والفسوق والعصیان، گناه و فحش و اینها رو همه رو از در چشمت بد کرد. در این لحظات از درگاه الله متعال با دست نیاز مسئلت داریم که اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا و کره الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ای بار الها ایمان را برای ما محبوب و دوست داشتنی بگردان و لذت ایمان را برای ما بچشان و ما را با نور ایمان قلب‌های ما را مزین بگردان و عصیان و گناه و این مسائل را از ما دور نگهدار و آنها را در نظر ما متنفر جلوه بدی. خداوند دعای ما را به درگاه وسیعت قبول بگردان. آمین یا رب. آمین یا رب. استاد خیلی بزرگوار، یک موردی هست ما میگیم که فلانی مثل مار زخمی است. مار زخمی یعنی دیگه ماری که میخواد انتقام خودشو به هر قیمتی شده بگیره. بعد از رمضان شیطان همون مار زخمی است. شیطان بدبخت یک ماه در قل و زنجیر در زندان افتاده بود. این شیطانی که با خدا قسم خورد در مقابل خدا که من این انسان رو لأغوینهم و لأضلنهم، من اینها رو گمراهشون میکنم، اینها رو نمیذارم که ولا تجد اکثرهم شاکرین، یعنی خدا رو نخواهید دید که اینا بیشترشون شکر گذار باشن، من اینا رو خرابشون میکنم. این انسان رو الان این یک هفته ما نه اینی که ممنوع بود، در قل و زنجیر زندانی بود و این بنده مؤمن یک ماه فرصت رحمانی پیدا کرد تا بدون شیطان خودش رو نشون بده. الان اولین با نهایت رمضان قل و زنجیر شیطان باز میشه و میاد. پس بنده باید متوجه باشه که دشمن خیلی ها زیرک در کمین نشسته است و زخمی و انتقام میگیره. شما تصور کنید طول این ماه رمضان که ما مشغول عبادت بودیم و خودمون رو با خدامون نزدیک میکردیم، طول این ماه رمضان این شیطان لعنتی داشت نقشه میکشید و شما این رو میبینید ضربه‌ای میزنه. 2 وقت شیطان ضربه بسیار مهلکی به انسان میزنه، تمام عمرش در تلاش است اما آخرین قدرتش رو اسلحه‌های فتاک و نمیدونم شیمیاییش رو چه وقت استفاده میکنه؟ در اولین روز عید، چون که شبش مؤمنان جایزه رو گرفتن، شب غفران هست، مؤمنی که 1 ماه تلاش کرده الان اجرش رو میگیره. اون وقتی که و شیطانی هم که 1 ماه در زندان بوده و آخرین لحظاتی که انسان از این دنیا میره، در لحظات آخر شیطان میاد که آخرین ضربه رو بزنه که اینو نذاره که به بهشت بره. خب جناب دکتر، حالا فهمیدیم و متیقن شدیم که
دشمن ما ابلیس یا شیطان مانند مار زخمی سخت در کمین نشسته و منتظر است که در اولین وهله، در اولین لحظه سختترین انتقام از این بنده بگیره. وقتی ما این فهمیدیم و یقین پیدا کردیم، چطور میتونیم جلوگیری بکنیم از وارد شدن ضربات دشمن بر ما و بر ایمان ما؟ بزرگترین نعمتی که خداوند متعال به ما میده الان اینه که ما این رو بفهمیم. همینی که فهمیدیم، چرا انسان غافل که نمیفهمه، خب شیطان میاد شبیه خون میزنه. حمله غافلگیرانه. اما الان که شما فهمیدید، همه عزیزانی که الان ما رو همراهی میکنن الان تکنیک رو فهمیدن، مشکل رو فهمیدن. بعدش چی؟ این کید شیطانی کان ضعیفا. شیطان هر چه قدرت داره در مقابل توی مؤمن ضعیفه. در مقابل تویی که قدرت و توانی الله را مسئلت داری خیلی ضعیف است، خیلی ناتوان. من چند تا تیر میدم به عزیزان که با این تیرا دو تا چش شیطان رو کور کنن و با این آنتی ویروس ها ویروس دشمن خونسا کنن. اولین اینی که ما در رمضان که داریم، برای شستن کوتاهی های رمضان خداوند متعال صدقه فطر رو گذاشته. صدقه فطر رو به نیازمندش برسونیم. دومین روز عید است. روز عید مرد زنده خودمون رو به نماز فجر روز عید به جماعت برسونیم، نگذاریم. نماز فجر تهجدش رو تونستیم بخونیم، از دست ندیم. نور. ما که عادت کردیم یک 30 روز، پس تهجد شب عید که خیلی آسونه، اصلا شما نمیتونید وقت بخوابید چون اصلا وقت خوابی نیست. خب تهجد عید رو میخونی، نماز صبح روی روز عیدش رو میخونی، روز عید که میرید تا میتونی صدقه و خیرات میدیم. بعدش رسیدید به نماز ظهر هم جناب دکتر، همه نمازهای پنجگانه دیگه، نمازهای پنجگانه دیگه هیچ وقت از دست نمیدم. در روز عید صله رحم، رسیدگی به خویشاوندان، پرسجو کردن درماندگان، عیادت بیماران، افراد در کشورهایی که اونجا مهاجر هست، مهاجرین رو رسیدن به عزیزان، با ناکسان و بیچارگان، افراد ضعیف جامعه، هر انسان درمانده‌ای هست. نگذاریم که روز عید در جامعه ما نه انسان بلکه یک مورچه یا یک پرنده‌ای احساس بکنه که امروز عید نیست. باید همه بفهمن که امروز عید است. اینقدر با سخاوتمون، با دید و بازدیدامون، با احتراممون، با به این صورت ما چیکار میکنیم؟ شیطان رو زیر پامون لهش میکنیم. دیگه شیطان رو از خودمون ناامید میکنیم. این میفهمه که دیگه دستش به زورش به ما نمیرسه. بس بعد از اون دیگه این عبادت های رمضانی رو فاذا فرغت فانصب رو دیگه روش خوب کار میکنیم که دیگه نه اخلاقمون رمضانی، رفتارمون رمضانی، عبادتمون رمضانی، در طول سال این رو اهتمام میدیم. و یک موردی که اگر این در ما کاشته شد و در رمضان این رو بعد از رمضان تونستیم با خودمون داشته باشیم، اون وقته که دیگه ما پیروزیم. و اون اینه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای بنده مؤمن، ای تابع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ای محمدی، ما تو رو رحمتی برای جهانیان قرار دادیم که توی بنده رحمت باشی برای جهانیان. در خانوادت احساس کنند که تو رحمت این خانواده ای، در محیط جامعه کوچیکت احساس کنند، در جامعه بزرگتر و همه بشریت احساس کنه که توی فرد به فکرش هستی و براش دعا میکنی، براش تلاش میکنی. نگذاریم که هیچ انسانی، این چی هست که احیانا شیطان میاد ما رو گول میزنه که نمیدونم تو از قوم فلان هستی، تو از کشور فلان هستی، تو تعصب میذاره، تو نمیدونم اینا رو. من انسان هستم، به خدام نشون بدم که من انسان هستم، بنده رحمان هستم. اون وقت که دیگه
پیروز شدم و خدام رو به دست آوردم. جناب دکتر، در نیم دقیقه توصیه شما برای کسایی که شب پیشی رو و چند شب بعدی را که گرامترین شب‌های ماه مبارک رمضان است درک میکنن و در میابند، توصیه‌تان چی است؟ عزیزان من، رمضان رفت، 26 روزش رفت، 26 روز هر چی بود کار خوب کردی نکردی، گناه کردی کوتاهی کردی نکردی، بذار روش فکر نکن. الان جلو رومون 27 28 29 شاید 30، یعنی 4 یا 3 تا شب جلو رومون داریم، 3 تا روز داریم. این 3 تا رو اگر تونستیم بهترین بنده مؤمن باشیم پیروز شدیم. خداوند متعال اعمال و انما الاعمال بالخواتیم، عمل آخرش مهم، آخری چی میشه. این فرصت نهایی رو به خدامون نشون بدیم که بنده صادق، مخلص، ایماندار، با تقوا، با اخلاق و عابد رحمان الرحیم هستیم، بنده اللهیم. اگر تونستیم در همین فرصت ناچیزی که جلوی رومون هست و به خصوص که احتمال زیاد لیلة القدر هم که امشب باشه برای خدامون این رو ثابت کنیم، بدون که ما از بهشتیان هستیم و دیدارمون انشالله در بهشت. تشکر جناب دکتر نور محمد عمرایی گرامی که از صحبت‌های زیبایتان و از نصایح و پندهایی که از طریق برنامه لحظه‌های آسمانی خدمت ما و بیننده‌های عزیز و گرامی ما ارائه کردین تشکر میکنم و از الله متعال پاداش مضاعف براتان آرزو دارم و امیدوار هستم که آنچه را که شما گفتین و آنچه را که ما و بیننده های عزیز و گرامی شنیدیم در میزان حسناتمان قرار دهد و همه شما سروران و گرامیان را که تا این لحظه پای برنامه خودتان نشستین از شما تشکر و امتنان دارم و تا برنامه دیگر همه شما را به پناه الله متعال می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان